به همه دوستان سلام. ویدیو که نوبتی ما درباره 5 بحرهای جهان می باشد. بحر سفید در شمال متریک اوراسیا جایگیر بوده به حوزه آبی اقیانوس یخبسته شمالی داخل می شود. به این بحر تنها یک دولت روسیه راهی برآمد دارد. چقری میانه بحر سفید 67 متر بوده، مساحتش 90,800 کیلومتر مربع می باشد. بحر بالتیک در بین نیمجزیره اسکاندیناویا و قطعه اروپا جایگیر بوده، با گلوگاه کاتیگات به بحر شمالی پیوست می باشد. این بحر به حوزه آبی اقیانوس اتلانتیک داخل می شود. و بحر بالتیک دولت‌های روسیه، فنلاندیا، شویتسیا، دانیا، استونیا، لاتویا، لیتوا، پولشا و گرمانیا راهی برآمد دارند. چقری مابینیش 55 متر بوده، چقری زیادترینش 459 متر می باشد. مساحت بحر بالتیک 419,000 کیلومتر مربع است. بحر سیاه در داخل متریک اوراسیا جایگیر بوده، با گلوگاه بوسفور با بحر میان زمین پیوست می باشد. این بحر به حوزه آبی اقیانوس اتلانتیک داخل می شود. بحر سیاه با دولت‌های ترکیه، گرجستان، روسیه، اوکراین، مولداوا، رومانیا و بلغارستان همشفت می باشد. چقری مابینیش 1240 متر بوده، چقری زیادترینش 2210 متر است. مساحت بحر سیاه 436,402 کیلومتر مربع می باشد. بحر سرخ در بین متریک افریقا و نیمجزیره عربستان جایگیر بوده، با گلوگاه باب ال مندبی با اقیانوس هند پیوست می باشد. در شمال این بحر با نیمجزیره سینی همشفت بوده، با کانال سوئز که به طور صنعی کوفته شده است به بحر میان زمین علاقه دارد. بحر سرخ بحر شورترین دنیا به حساب می رود. و بحر سرخ دولت‌های عربستان سعودی، مصر، سودان، اریتریا، اسرائیل و اردن راهی برآمد دارند. چقری میانش 490 متر بوده، مساحتش 438,000 کیلومتر مربع است. بحر میان زمین در بین قطعه اروپا و افریقا جایگیر بوده، با گلوگاه گیبرالتار با اقیانوس اتلانتیک پیوست می باشد. این بحر به حوزه آبی اقیانوس اتلانتیک داخل می شود. بحر میان زمین با دولت‌های اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، ترکیه، سوریه، کیپر، یونان، مالتا، موناکو، کرواتی، آلبانیا، اسلوونیا، چرنوگوریا، مراکش، الجزایر، تونس، لیبیا، مصر، لیوان و اسرائیل همشفت می باشد. چقری میانش 1541 متر بوده، چقری زیادترینش 5121 متر است. مساحت بحر میان زمین 2,500,000 کیلومتر مربع می باشد. با همین ویدیورال که نوبتی ما به انجام می رسد. شخصانی که خواهشی آموختن فن گئوگرافی را به طور فاصلوی دارند می توانند به رقم های 0093 0094 و 992 917 22 28 84 زنگ زنند. در آخر آبونش را فراموش نکنید. سلامت باشید. خیر.